خب با عرض سلام و درود خدمت بیننده های نازنینم. امیدوارم که جور صحتمند و سریحال باشید عزیزا. در هر گوشه کنار دنیا هستین خوش و خورم باشید. خوش آمدین در برنامه امشبی از ما. عزیزای دل مهربانانه خواهم آشپزی کنیم، بریانی پخته کنیم بلده شب. تا آخر از ویدیو همراه از ما باشید. دست درد نکنه. تشکر شما عزیزان. خب عزیزایم گوشت چیزا فکرم موقع گوشت چیزا فکرم بخی از یاد نرفت چون کمرامین ندارم خیلی رویا رفته بیرون. پس من پیاز چم دیگه از این بیشتر کزرتش نه گوشت چم پخته کنم چه موسیزه گوشت با هم جوش بخوره. گوشت چیزا فکرم خود از من همراه باشید دیگه. از کم بریانی پختنم اگر کم کسی دست ما رهنمایی کنید. یشی برگی بود منظومه خاک باطن ستاره‌ای یک چیز پیدا نتونستم اون یک شاوت شد. اساس کشیک دم از خاله دیگه خود ای خاله جدیدم دم اساسای من دخیل الحمد دخیل پیشم گم شده. اتقدامش پیشم روش نیه دکجا شده. نمکشم کمک می‌دیدم چون قنجقه برنج کشیدم نمک کدم سختون نشنه اکتا او نمک براستی ندیم بچار گار سختونش نخزایشیم. اینم گلجهشی گلجهشم سرخ را قنجقه ازی بعد برنج را اضافه کنم. عزیزای قطعک دست خودگیر میگیرم قطعک دست خود آشپزی میره خمید نمیشه رویم پس من رفته در گنم تازه ماتک یعنی قنجقه گلجه خوب جوش بخوره بعد برنج اضافه نم. گوشت قاشق ریزه گوشت قمازن خدایی کس بخرک نمیخوره. این عزیزای دل بریانی زن پخته شد عزیزان مهربانا. بفرمایید قد از ما نهار نوش جان کنی. این عزیزای دل نازنین اینشم سلاده اینشم برنجه بریانی جای شما عزیزا خالی. این بود برنامه امشبیزمه تا یک دیون دیگه یک برنامه دیگه شما بخداوند یک تاو بینیاز نسپرم. خداوند یار نگهدار شما عزیزا باشه. ما را از خیر حمایت کن حمایت های قشنگ خدمت دیر نکید. خدا حافظ خدا نگهدار.